خب سلام به اسمت، خوش اومدید. قسمت سوم از در 12 متری بهار یه داستان کوتاهیه که فکر میکنم 4 سال پیش نوشتمش. دو قسمت قبلی راجع به خرید عید بود و خونه تکونی. یه پسریه که داستان یه پسریه که نزدیک عید، زیست اونو میخوام تعریف بکنم. قصه اونه. خرید عیدش اینجوری بود که رفت برای خانواده‌اش خرید کرد، بعد خسته شد و توی خونه تکونی کمک کرد، باز خسته شد و الان میخوام راجع به چهارشنبه سوری صحبت کنم. قسمت چهارشنبه سوری. چهارشنبه آخر سال یا همان چهارشنبه سوری رسید. بمباران خیابان‌ها از سالهای پیش کمتر شده بود. پدرم ما را از خرید ترقه و لوازم خودسوزی منع کرده بود و پنجره ها را هم بسته و به هیچ کسی اجازه نزدیک شدن به پنجره را نمیداد تا خدای ناکرده اگر ترکشی از بمب‌های دستساز بچه‌های کوچه در رفت و شیشه را شکست بر سر اهل خانه نریزد. من هم حوصله‌ام سر رفته بود از در خانه ماندن. پس تلویزیون را روشن کردم. چیزی نداشت مگر نمایش سوختن و پرپر زدن بچه‌هایی که ترقه بازی کرده بودند و من نمیفهمیدم که این چه بازی مفرحی است. به مادرم گفتم این قاشق زنی که در قدیم انجام می شده چه صیغه‌ای بوده است؟ گفت دختران ظرف‌هایی بر دست می گرفتندی، قاشقی بر می داشتندی، چادر سر می گذاشتندی و با زدن قاشق بر ظرف شکلات و آجیل از همسایگان محترم درخواست می کردند. و اضافه کرد که مشتی بینمک از پسران چادر بر سر می گذاشتند و به قاشق زنی می رفتند تا شاید آنان نیز پیاله‌ای از شکلات و آجیل به غنیمت آرند. من نیز در آن ناب سامان احوال کوچه که در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهی بود برگزیدم که به خیل آن بیمزگان بینمک آن پسران چادر بر سر درآیم. پس چادری از گنجه MDF مادرم کش رفتم تا در هیبت دختری 4 شانه و تنومند با کمی سیبیل برای کسب نقل و آجیل از خانه خارج شدم. پس از واحد خود خارج شده و بران شدم که زنگ تمام واحدهای آپارتمان را بزنم و قاشق زنی نمایم. از اقبال میمون ما بر در هر خانه که میرفتم کسی که در را باز میکرد زیر 20 سال از آب در میآمد که تا به حال اسم قاشق زنی هم به گوشش نخورده بود. یکی مانده به آخرین دری که زدم دختری مینانام درب را گشودند و لب بر این سخن باز کردند که خنگ مسخره این چادر چیه سرت کردی؟ و از برای مزیح سکه‌ای بر ظرفمان انداختند. اما در همان حال که عرقی از شرم بر جبین و نگاهی از حسرت بر ظرف تهی از غنیمت داشتم ناگاه چشمم به دری افتاد که نمیدانستم ساکنان کیست. پس دل به دریا زده زنگ در را زده و قاشق بر ظرف کوبان منتظر پشت در ماندم. پیرزنی فرتوت پس از زرد شدن علف‌هایی که در زیر پایم سبز شده بودند در را باز کرد و با نگاهی عاقل اندر صفی دانه‌ای شکلات خشک و مانده در ظرفم نهاد که اگر آن به گدایی میدادی قهر می‌نمود. ولی در کل راضی از غنیمت به چنگ آورده و با این فکر که دندان اسب پیشکش را نمی‌شمرند به منزل بازگشتم. تا در را باز کردم و به خانه وارد شدم اهل منزل غریو کشان بر من یورش آوردند که از این آپارتمان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی؟ گفتم سکه‌ای و شکلاتی که مفت گران است. سری خواهرم بپرید و آن ظرف از من بقاپید و بسته‌بندیش باز نمود و بر دهان گذاشت. هرچه می جویید انگار سفت‌تر و سخت‌تر می گشت و به سان ژاژ خاییدن بود. پس از این قاشق زنی نافرجام و دست‌هایی که درازتر از پا به خانه بازگشته بودند با صدای مهیب که از اعماق شکمم به گوش می رسید دریافتم که روده کوچکم در حال هضم و جذب روده بزرگ است که ناگاه بانگ برآمد که بر سر سفره آیید که سبزی پلو با ماهی چهارشنبه سوری آماده است. قبول است که برنجش پاکستانی بود و ماهیش تن ماهی، ولی خب هرچه از دوست رسد نکوست. پس از تناول شام بسیار خواب آلوده بودم که سنگین خورده بودم، پس در دم به خواب رفتم. اینم قسمت سوم در 12 متری بهار. قسمت بعدی راجع به نزدیکای عید، اسمش 2 روز مانده تا عید. مرسی،
ماچ به شما. بای بای.